چه رمزایی رو وارد کردی؟ 4 تا 1 1 2 3 4 4 تا 0. تعمیرکار بهت چی گفته اون وقت؟ گفت پخش باید فلش بشه، 2 روز زمان میبره، 2,800,000 هم هزینه‌اش میشه. 30 میلیون پول پخشته، 2,800 نمیخوای هزینه‌اش کنی؟ یکم زیاد آقا یوسف. همکار عزیزمون درست گفته. رمز مادر این پخشا موقع که عوض میشه، پخش باید از دوباره برنامه بخوره. من حالا 2.5 ازت میگیرم، درستش میکنم، 2 روز دیگه بیا پخشتو ببر. مشکلی نداره، انجام بدیم. خب دوباره بگی پخش رو. پخش رو با ولوم خاموش میکنیم، سوئیچ رو میبندیم، حدودا 15 ثانیه باید صبر کنیم. الان یه جوری اسکل میکنم این پخش رو، خودش هم نفهم از کجا دور خورده.